ارزون ترین کامپیوتری که بخواید ستاپ بکنین هزینه‌اش چقدر میشه؟ یه دونه لپتاپ بخواید بخرید قیمتش چقدر میشه؟ شما میتونید یه راهکاری استفاده بکنید که بتونید یه سیستم داشته باشید که پورت‌های زیادی داشته باشه، کانفیگ خوبی داشته باشه ولی ارزون باشه. تیم کلاینت ها یه چیز توی این مایه‌ان، یه سیستم، یه سرویس، یه وسیله، یه دستگاه که فوق‌العاده کوچیکه و این میشه کامپیوتر شما. همونطور که میبینید خروجی، 2 تا خروجی تصویر داره، خروجی لن داره، خروجی های یو اس بی شو میبینید که 4 تا یو اس بی 3 داره، 2 تا یو اس بی معمولی داره. اما فکرتون اینجوری نباشه که آقا این فن نداره، نکنه کار نکنه یا هر اتفاق دیگه ای. ساختار آلومینیومی، یعنی جنس آلومینیومی و دمای کمی که توش تولید میشه و اون طراحی رادیاتور گونه‌اش به گونه‌ایه که اگر گرمایی هم تولید بشه به صورت خیلی طبیعی ازش دفع میشه و از بابت گرما براش مشکلی به وجود نمیاد که فن داشته باشه. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که این تیم کلاینت‌ها کلا مصرف برقشون 20 واته. از نظر قیمت، از نظر جایی که میگیرن، از نظر فن و سرصدایی که ندارن، میتونه انتخاب مناسبتری به نسبت کیسا و لپتاپ‌ها باشه. امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد. دمتون گرم که تا این آخر با من اومدین. ممنونم از مجموعه رها. اگر قصد خرید همچین گجتایی دارید، پیشنهاد میکنم که حتما سایت رها رو ببینید.